این برنامه سوی دایپر بیلو برای شما تقدیم می‌گردد. این برنامه سوی انرژی گلدن پاور برای شما تقدیم می‌گردد. میگفتم نریمان عاشق آدم شدن نمیتونه، میگفتم ده داستان یک کمی وجود داره. امروز فهمیدم هیچ کمی نیست، همه چیز تکمیل است. من نخواستم تو را پریشان بسازم شاهین. خوش کنین چیز نگوین لطفا. فردا یک چوبه تره گرفته، هر دوی ما را هر قدری که میتونین خوب لحظه کوب کنین. درست است خاله گلتر؟ درست است. به خاطر که امروز بسیار پریشان هستیم باور کنین این دختر تا اینجا پر است و من تا حلق پر هستم. بیا که با هم رقص کنیم. اگه خواسته باشی که ما منتظر میباشیم. از سر شروع نمیکنیم. ما هیچ وقت از سر شروع نکنیم مجید. فخریه جان ما یعنی مجبور هستم هر شام وقتی به خانم میایم چهره تو را ببینم. مجبور هستی شایقه. هر حقی که تو دی خانه داری فخریام دارم. چی یک جوابی دادی؟ اگه از من میپرسیدن که کدامش میخوایی، خواهر یا دوست باز، من میگفتم که به ما یک فخریه کافیست. سلام، چطور هستی برادر جان؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ چی خبرها؟ میخوای دانشگاه بری؟ نه خیر، به شرکت و خانه هات میرم. بسیار وقت شده کنجا نرفتم. وای، با دیدن خانم رویا میری؟ بله. خوب است. اگه گپایتا با خانم رویا زودتر ختم که تونستی باز بره زنگ بزن. درست است، خداحافظ. شاهین قهر هستی؟ نه چرا قهر باشم نریمان. وقت خوش برادر جان. بپرس نشر. حال فامیلی خانم نریمان؟ ما مردا زیاد پشت کسی دویدن نمیتونیم. به خاطر شاهین واقعا بسیار خوش شدم. بازم مبارک باشه. خوشبخت باشه. این بار خوشبخت میشه انشالله. ما امیدوار هستم. و زودی زندگی هر دوشان خوشبخت خواهد شد. باز میبینی. خواهر جان لباسایی که گرفتیم بسیار مقبول است. مرد بسیار میزیبا. لباسای تو هم مقبول هستن. اصل بسیار خوب شد. فکر ما دیگه شد همه تو نیست. تماسوی پیلین حق به جانب است سیونور. از کارهایی که انجام دادیم میترسم. پیلین نباید از رابطه تو نریمان زیاد خبر باشه. رابطه ما و پیلین با نریمان هیچ کدام ربط نداره، فهمیدی؟ پیلین فقط ای موضوع حق به جانب است. نریمان مرا نمیخواید. وای، پس داستان جدید شروع شد. معذرت میخوایم. یک روز عشق ما بسیار بزرگ خواهد شد. ایره میفهمم. تمام صبرم به می خاطر است. قدر؟ مجید میخوایم تنها گپ بزنیم. ما دو اتاق خود هستم. آقا کریم، همراه شما باید درباره حسابات شرکت ها گپ بزنیم. یعنی در حسابات گذشته شرکت ما بسیار مشکل پیدا شده. اما صلاحیت تو فقط مربوط به شرکت جدید اسهام پیلین و مجید است. شرکت آرجاغلو به تو ضرورت نداره. رفته میتونی.
این آدم از شرکت ما دور داشته باش. قبل از اینکه به همه خطر ایجاد کنه اخراجش کو. خانم ماسلی چکر زدن شروع کردی؟ از سرای ما پس شو. تو امرای ما بیا اینجا. کجا میری؟ گفتم دور شو. پس شو. پس شو. میلکو گفتم میلکو بیا خانه خود میریم. با خانه خود میریم. بیا بخیز اون طرف شو. اصلی بلند شو. بخیز گفتم بخیز. گفتم بخیز. بیا امرای من. بیا گفتم بلند شو. اصلی بلند شو. ایلا کی هستی احمق؟ برو گم شو. بلند شو بخور. تو را چه احمق که مداخله میکنی؟ گفتم بخواه اصلی. بخیر اون طرف برو. بلند شو گفتم. بلند شو. بیا گفتم. بیا بای من. بلند شو. بلند شو. تکمیل بسازین. با امروز هم قدر بس است. بله متوجه همین نقطه باشین. بله آفرین. میبخشین خانمی جا آمدن شما ندیدین اونا را؟ میشه بگوین شما با امتحان آمادگی میگیرین؟ نه خیر، از ما فقط علاقه است. چطور شد استاد؟ فهمیدم. فردا ادامه میدیم. میفهمی کار را که تو میکنی چی است؟ عشق. مجید سلام. معذرت میخوایم. ترسیدی؟ نه خیر، تو هیچ کس را ترسانده نمیتونی شایی. شروع کنیم؟ سلام جوانا، کارا چطور پیش میره؟ بسیار خوب.
ما میال اینجا رسیدم شروع نکرد. شاهین پارچه دوم آماده است؟ تقریبا. خداوند به تو یک استعداد عالی داده. آفرین به تو. بله بعضی اوقات دردم به نفع انسان تمام میشه. بفرما ارشاد. بگو پولش طویل گرفتی؟ چطور است؟ با این امید داشته باشم؟ همیالی از اینجا میری. رفتن نمیتونم مادر. ما فیس کورس رسومی خود پرداخت کردیم. تصمیم گرفتیم رسام شوم و تا وقتی که عشقم نسبت به هنر از بین نره اینجا را ترک نمی کنم. همراهی ما بیو. مجید تو چی میکنی بچه؟ بسیار گپ ساده است مادر. کوشش میکنم به نریمان نزدیک شوم. بسیار بد است برات. تو چی مشکل داری؟ خدا اداره کردن نتونستم آمر صاحب، اما بار دیگه تکرار نمیشه، وعده میتونم. حال خانم ما گرفته رفته میتونم؟ اصلی همراهی تو هیچ جایی نمیره. تو مداخله نکن دخترم. بیبی بچه می کارای قدر ساده نیست. آمر صاحب ببینین تمام اینا نشانی خانواده است. اگر نیم امرای خانم خود کدام مشکل ندارم، اما تو نیست اصلی؟ جواب بده. نه اصلی دخترم ازش شکایت داری؟ خوب فکر کن. اصلی شکایت دارم. شکایت چی؟ شکایت چی بگو؟ از یادم شکایت دارم. بیا جانم بیا. سواش عجله کن. پس شو. ما حسابی کارت ازت میپرسم اصلی. ما شکایت کردنم باز نشانت میتون میبینی. حسابی کارتان حتما ازتان میپرسم. فهمیدی؟ از کلتان حساب میپرسم. آرام باش جانم. بخیر گذشت. بخیر دیر نشده خواهر. بخیر دیر نشده. تازه شروع شد. دیشب سریع هم بسیار کار کردم. به استودیو روان کنم. با زودی خبرش میرسه. شاهی
متوجه کار نیستی باور کن. امروز بسیار برایشان معلوم میشی. بله کمی پریشان هستم. رویا دیروز بسیار یک روزی بد بود برم. حال چندان خوب نیستم. میشه بعدا ادامه بدیم؟ درسته؟ پس بیا که بیرون بریم. کجا؟ کمی قدم میزنیم. یک جایی را دیدیم فکر میکنم حتما خوشت میه. رویا بریم دیگه گپ مرد نکن. بیبی اگه خوشت نامد باز هر جایی که بخوای رفته میتونی. درسته؟ لطفاً بریم دیگه. آمدم. توبه اصلی؟ نزاهت دخترم شما رو چی شده بگوی؟ یک دونیم امرا آمد مادر. امرا؟ بعد از او چی شد؟ بعد از او حوزه رفتیم. حالا میفهمم که امرای اونا چی کنم دخترم. مادر صبر کنین. مادر جواب نمیده. جواب بده. ما هم رایتان میفهمم. بچه مرا زدین ها؟ بچه مرا باشه یک جای دیگه میریم. درست است؟ نه خیر همینجا درست است. پس بیا دیگه. میکنه دختره؟ نه خیر درد نمیکنه. صبر کنین. آمدم. کجاست؟ او دخترت کجاست ها؟ از دختر ما دور باشین. بار دیگه بچت به دختر من نزدیک نشه. دختر به شرمت علی بچیم شکایت کرده. ما حساب کارتان حتما خواد دادیم. فهمیدیم دختر ما دست سرک کرده. او رو بسیار پریشان ساخته. انسان بی وجدان. هنوزم به او دختر کمه. کاش که دست و پایش مشکستانده. دریا تو رو از بین خود بردم. مادر علاج کو تا ببینم کی سر کی زور است. یک بار اصلی نواسی ما به دنیا بیاره باز ما براتون نشان میدم که یک نان چند پتیره. دختر مرا به کس کوئی فکر نکنین. او مثل ما یک مادر داره.
ها 3 روز پیش به زور در خانه ما آوردینش. حالا براتون ارزش پیدا کرده. اما براتون گفته باشم اگر نام مام قدریه باشه با پایایم خاطب دیدین، با پایایم او روزارم خاط دیدین. از بین خاط بردم خانم قدریه. شما زیاد میخواین که پیش پلیس و حوزه بریم، اما اونجا هم همراهتون کار دارم. به شما نشان خود دادم که شکایت کردن از بچه ما چی معنا داره. که مویت سر من میگردی قدریه مادر شما چه میکنه؟ هلاین بده بیانه جانم بیا. آدمای بی سویه. مادر پشمان است، پشمان شده دختره. به گفتن همین آمده بود. میگه ما را ببخشید، اونها را ببخش دختره، ببخشش. چطور است؟ میخوای حقایق بشنوی آقا مجید؟ البته. به نظر من هیچ خوبش نامده. جدی میگی؟ نباید امید داشته باشم؟ همیشه یک امید وجود داره. خوب است، پس هیچ وقت ترکش نمیکنم. یعنی رسامیره. مام همه قسم فکر کرده بودم هیچ وقت ترکش نکن. یعنی رسامیره. سعی نکن، اگر این کار کردن نمیتونم. نریمان وقت به شرمی چیرید سرخ میشه. نه خیر. بله. طرف مسائل کو. ببین مثلا این قسمتت زیاد سرخ شده. از شرکت زنگ زدم، باید جواب بدم. بله باید جواب بدی. بفرمایین. کجا هستی مجید؟ به خاطر جلسه منتظر تو هستیم. ما او جلسه را کاملا فراموش کردیم پیلین. امیدوار است مرجعی که هستی خدا به موقع برسانی مجید. فکر میکنم این کار امکان نداره پیلین جان. سوال ازت دارم. نریمان فعلا کجاست شیخه؟ بله مادر. اشتباهاً به شما زنگ زدم. میخواستم به نریمان زنگ بزنم. پیشتان است؟ پس کجاست؟ درست است. میبوسمتان. خداحافظ. نریمان خالنش بیلی خانم به کارگاه رفته. خب در کدام کارگاه است؟ از یک دستام بزرگ بورس گرفته. حتما همونجا رفته.
نزاهت خریدتان در کجا موندین؟ در کوچه کانورالدینشان ماندیم. تشویش نکنین مادر، بعد از حادثه امروز از هر کرد که سوال کنی برات میگن. همیاله میرم زودونارا میارم دخترم. دقیقش نشین، خدا به زحمت نسازین. چرا دقیقش نشم؟ یک عالم پولتان رفته. ما در 5 دقیقه گرفتم میارمش. متوجه خود باشین دخترا، دروازه را برای هیچ کسی باز نکنین. درست است، شما تشویش نکنین. تشکر مجید. فخری است؟ نه خیر، عمیم است. پس هیچ سلام نمیگم، شاید خطرناک باشه. به نظر ما بسیار خطرناک بوده میتونه. نریمان. بله. زنگ است. اگه جواب ندی امیت عصبانی میشه. بله اما کجاست دختر؟ شام شده. پدرت 2 بار پرسید که نریمان چرا نامده. 3 بار اف کشید و 4 بار طرف ساعت سیل کرد. کجاستی دخترم؟ زود بیا دیگه. نمیفهمی که ناوقت شده؟ درست است اما این آمدم. بسیار صدای غور داشت. خوب است از نزدیک نشنیدی. به هر صورت بیا که بریم. کجا؟ تو را به خانه میرسانم و خودمان به شرکت میرم. گم شو. حساب ما تو هنوز خلاص نشده. نترس جانم، و تو هیچ ضرر رسانده نمیتونم. متوجه او طفله که در بطنت است باش. او از ماست پیشت نمیمانمش. او را ازت میگیرم، فهمیدی؟ گم شو. او را پیش تو نمیمانم، فهمیدی؟ او طفله پیش تو نمیمانم، فهمیدی چی گفتم؟ او را نمیمانم، هیچ وقت پیش تو نمیمانم. فرار نکن دختر. تو مرا دوست نداری؟ راه برگشت نداری عزیزم. خانم مقبوله. طرف ما ببین. بیبی اگه بار دیگه پایت از این خانه بیرون ماندی باز پایت هم اشکنانم، فهمیدی؟ مادر کلش به خاطر تو است. تو متوجه گپات نشدی. خداوند جزات بده زن احمق.
خادم میرم، تو زحمت نکش مجید. لطفاً اجازه بده که برسانمت نریمان. در تو را چند دقیقه با هم گپ میزنیم. زیاد چیزا به گفتن دارم. ولی راست میگم، با اندازه چیزایی به گفتن دارم که میخوایم ساعتها هم راید گپ بزنم نریمان. لطفاً به گپایم گوش کن. مجید نریمان نخیر میگم و نگو. از کدام کارم خوشت نمیه بگو. چرا میترسی نریمان؟ ببین، فردا با ما یک آغاز جدید بوده میتونم. اما به سادگی گذشته خدا فراموش کردن نمیتونم. گذشته را که نمیتونی فراموش کنی او شاهین است نه؟ اینجا را بسیار دوست دارم. مامم و تو قبلا اینجا آمده بودی؟ مذرت میخوایم، یعنی حس زده نتونستم. نه خیر، از کجا باید میفهمیدی رویا؟ بنده اقدام میکنم، خداوندم کمک. اگه خواسته باشی رفتم میتونیم. میشه دو چای بیارین لطفاً؟ شاهین، ما تا حالا با آدمای زیاد کار کردیم، باور کن. تو یک هوش و استعداد خاصه داری. تشکر میکنم. اما در قلبت یک گپ است. ما فقط روشنی که از پشت پرده معلوم میشه را دیده میتونیم. به خاطر که در پشت پرده یک مشکل وجود داره. تا وقتی که تو مشکل حل نسازی ما هیچ وقت روشنی داخل دیده نمیتونیم. شاید میفهمم امو چطور؟ گذشته را باید فراموش کنی. آسان نیست. میفهمم که آسان نیست. ما این کار کردیم. تو هم میتونی کار کنی. کمی آتش، کمی بارود. اگه دوباره نمیخوای تصمیم تغییر کنم، بعد از رسیدن به ساحل باید کشتی را آتش بزنی. امروز در کارگاه صدای تو و نریمانه شنیدم بچه، اما بسیار کم. ایره به عنوان اعتراف قبول کنم؟ نه خیر، تشویش یک مادر قبول کن. نریمانه چرا خوش ندارین مادر؟ من نمیخوایم عاشق نریمان شوی بچه. بسیار دیر کردین خانم اینجا. همیالی احساساتت تغییر دادم میتونی. لطفا قبل از اینکه خدا بیشتر برنجانی این موضوع را بس سکو بچه. یگانه چانس تو پیلین است. نمیخوایم از این کده بیشتر خدا رنج بدی. باید متوجه خود باشی. از این تصمیمی که گرفتی باید منصرف شوی. نباید قلب پیلین بشکنانی مجید جان. این بار حسابات گذشته بر هم میخوره مادر. مده اتاقم هستم. با خاطر پدرم تشویش نکنین. او کریم مرجع خلوص با خود یک راه حل پیدا میکنه. من به خاطر تو به تشویش هستم. زندگی خدا برات مشکل میسازی. من به این سادگی گذشته خدا فراموش کردن نمیتونم.
آی نزاهت، ای که به شاهین هیچ چیز نمیگم درست است؟ درست است مادر، اما بالاخره خبر میشه. حداقل تا خبر شدنش برش نمیگیم. باز گپای امروز خانم قضیه گپای شاهینم تحمل کردن نمیتونم، باور کو. مادر باید هر چه زودتر برش بگویم. یک چند روز برش چیزی نمیگم درست است؟ نمیخوام امشب کدام اتفاق بیفته لطفا. اصلی تو هنوز بیدار نشده؟ نه خیر مادر، نرین اجازه بتن استراحت کنه. داخل چی میکنه یک دانیم؟ نمیفهمم، حتما خواب است دیگه. ما بسیار میترسم نزاهت. آشپزخانه میرم. جانم من برات غذا آماده میکنم، بیا. چی گپ است پیلین؟ چی گپ است؟ چی شده مجید؟ چرا قدر عصبانی هستی؟ به خاطر سوال کردن همین زنگ زدی؟ اگر دیگه سوال نداری لطفاً قطع کو. پیش نریمان میری اما تو نیست مجید. درست است. یک کار درست انجام دادن نمیتونی. باز چی خوشتان آمد اما؟ چیزی نیست. بفرما نزاهت. خاله گلتر، همیال خانه ما آمده میتونین؟ ما بسیار جگرخون هستیم. لطفاً زودتر اینجا بیاییم. درست است دخترم، همیال میایم. تو هیچ تشویش نکن، همیال میایم. درست است. چی شده اما؟ بریم نریمان، باید بریم. نزاهت خواهرت زنگ زده بود، بسیار پریشان است. کار شاهین است؟ آی نمیفهمم. بیادر چی شده؟ نزاهت خواهر زنگ زده بود، خانه شاهینشان میریم. ما برم گلتر؟ نه خیر بیادر، به نظرم اونجا زیاد بیروبار میشه. اگه کدام گپ شد من براتون خبر میتم. بریم نریمان. باز از زنگ بزنین مادر. آی نزاهت چی شده دخترم؟ بازم اصلی کارو کرده؟ هم اصلی هم مادر. آی مادرت چی شده؟ پشیمان شده خاله گلتر. پشیمان شده. شاهین ده بالا است؟ نه خیر، نمیفهمم کجاست. با زنگ مام جواب نمیده. کاش که او اینجا می بود. به جهان زنگ زدی؟ شاید امرای او باشه. زهرا خواهر داره چی شده؟
است؟ نریمان است؟ دیگه با فکر نریمان نباش رفیق. تو متوجه آیندهت باش. آینده پر از رویاهاست. بیادر میفهمی من هر شب یک خواب میبینم. میفهمی که بدترینش چی است؟ چی است؟ او مجید احمق نیست. با نریمان رویه خود تغییر میده، همه چیز دروغ میباشه. فقط فریب کاری میکنه. او آدم در زندگی هیچ خطر را قبول نمیکنه. مایی احمق جهان شاهین وقت مجید تر ترک کنه شاهینام در کنارت نمی باشه. سلام منی نریمان. قسمت بعدی نریمانی بیچاره. بعد از این نریمان نمیخوای با تو هیچ رابطه‌ای داشته باشه. دیگه نمیخوایم تو رو هم رای ببینیم. مگه بسیار برات بد خواهد شد. باید از تو بپرسم. شما چی میکنه؟ مقاله مجازایتو میتونم. اگر از دختر دور نباشی تخلص هارجاغلو را از تو میگیرم. نمیخوایم پشت یک پولدار گرفته زندگی خود به خاطر او تباه بسازی. پس چشمای تا بسته کن. دیگه در مورد ما تشویش نکن شاهین.